تشکر از اینکه مرا بالا آوردین. ببخشید یک ذره مریض هم هستم، صدایم خراب است. یک سوال کوچک داشتم از کوش گرامی. از وقتی که ما در باره نکاح یک کمی معلومات هم داشتیم و خواندیم و پیدا کردیم، امی بیخی از این بیخی دست خود ششتیم و اگر لطف کنین احسان کنین کدام عقد که باشه که جایگزین از این کنیم امکاناتش هست یا نیست، اگر میره لطف کنی کاوش بزرگوار یا در تلگرام بگذاری خیلی ممنون میشم. دیگه فقط همین سوالم بود عزیز دل. 100% عزیز من این خدمت را من انجام میتونم براتون. درود به خودت. من کوشش میکنم که چند تا واژه مناسب دو تا انسان خردمند که زن و مرد باشن برای بودن و گرفتن محفلی و همون قرارداد هم ما نمیتونیم. در زندگی قرارداد وجود نداره. پابندی را به یکدیگر ابراز کردن و خاطره گذاشتن از اون ابرازات ما میتونیم 100 تا متن بسازیم و دوری کنیم از این تازی بازی 1400 سال قبلی که محمد بنیان گذاری کرده که تو بیا خودت را به گایش بدیم و بعد پیسه بده. نشد دیگه. پس این کار را شخصا خودم کوشش میکنم که در همین روزا نشته کنم که به طور مثال عقد بودن با هم چگونه باید باشه. دو تا انسان خردمند آیا به یکدیگر میفروشن یکدیگر به یکدیگر خود، یا یکیش میخره دیگه ایش مشتری و دکانداری ما باز میکنیم، یا این که ما میتونیم به طور مثال در همون مجلسی که دیگران حاضر هستن با افتخار عشق ما را و پابندی ما را به پارتنر ما اعلان کنیم. بسیار سادگی جملات بسیار قشنگ و زیبا و دلارا میتونیم بسازیم که نیاز به این جفنگیات عربی ما نداریم. تشکر عزیز دل. اگه می کار کنیم ما از پیشت خیلی خرسند میشیم. شخصا خودم اولادکایم کلش بزرگ شده، جوان هستن، پشت کاربار هستن دیگه و همین کار اگه کنی خیلی کمک بزرگ برای ما مردم گفته خودت جنگ زده هستی دیگه. یک سوال دیگه که یک دفعه دیگه از پیشت کردم امور باز میخوایم پرسان کنم که فامیلام در پولیم لایف های تا گوش میکنه، همی چی میخوری قربان سرشم امروی اوسلیت. امیرم اگه یک جواب دادی خوب ندادی دیگه تشکر بسیار زیاد دیگه. ما پایین لایف شنوندن باشه. تشکر از اینکه مرا بالا آوردین. دوستتان دارم. لطفا. البته موضوع خوردن ویتامین زیادتر استفاده میکنم. ویتامین ها آدم با حوصله میکنن. یک 4 رقم ویتامین نمیخونه الله مسلمان ها گردن ما رو نگیره دارم، اما از اونا ما یک بار استفاده میکنم چون یادم میره. تشکر قربانی ویتامین هایتان کاوش جان. روز خوش دوستان. تشکر. سپاس. تشکر. ممنونت خودتان بالا آمدی باز کاوش جان صحبت کردی. باشه یک دقیقه احمد جان عزیز. احمد جان عزیزم خوش آمد میگم. منال احمد جان اگر از خودت چیز گفتنی داری بفرما. باز صحبت احمد جان است. ما میخواستم امین کار بر دوستا یک پلی کنم. نکای فارسی که ما شما داریم امیر میخواستم یک پلی کنم. ما یک بار دگام پلی کردیم. دوستا بشنون کسایی که میخواهند که جایگزینش چی باشه. ام عربیش است. البته عربیش اونا ترجمهش درست نکردن، اشتباه کردن. فارسیش بشنوین متوجه شوین. میخونن و دوست ندارن طبق رسوم اعراب خوانده شود. حالا ببینیم متن عقد آریایی با متن عقد عربی چه فرقی دارد. در متن عربی آخوند از طرف عروس میگوید انکحت زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم، که ترجمه آن میشود در برابر پول معینی که به من میدهی خود را در اختیار تو قرار میدهم. اما در عقد آریایی داماد میگوید به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان برای زیستن با تو. میان این گواهان بر لب آرم این سخن با تو. وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هر جا. پذیرا میشوی آیا؟ و عروس پاسخ میدهد به نام نامی یزدان پذیرا میشوم مهر تو را از جان. همکنون باز میگویم میان انجمن با تو. وفادار تو خواهم بود در هر لحظه در هر جا. زین پس آیین نیاکانمان را پاس بدارید. شما کدوم را ترجیح میدهید دوستان؟ لایک و اشتراک گذاری